سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. آقا امروز اومدم تا 5 اتچمنت های گداواری مولتی رو بهتون بدم. آقا برین حال کنین دیگه. آره دیگه 10 تا گان مردی رو اومدم بهتون بدم. آره دیگه وقت کمه، برای همین اصلا وقت نمیذارم برای اینکه بگم لایک و سابسکرایب کنید، کامنت هم یه قلب قرمز دارین، اصلا وقت برای اینا نمیذاریم. سری میریم سراغ ویدیو. خب آقا ما اینجا اومدیم با یکی رفته بودیم بازی با یکی از بچه‌ها. چالش اینطور بود که حالا چالشی رفتیم گفتیم 10 تا کیل اول که گرفتی عوض میشیم میریم گان بعدی. مثل علی ایزی بود با یکی رفته بود همچین بازی کردیم. آقا خب سری میریم. اولین گان تندره. اولین گان میریم اسنایپر تندر که داخل ویدیو قبلی ازش استفاده کرده بودیم و گفتیم که اتچمنتشو براتون بذارم و آره دیگه گان اول تندره و گان بعدی هم DLQ هم که دیگه خیلی مردیه دیگه. بچه نگاه کنین DLQ شما مهم نیست که لژندری باشه، چون لژندری گان سنگین میکنه. حالا جز دیل زیلاد انگار اصلا سبکه، یه طوریه تو دست میشینه، همچین شکلی داره. خب بچه ها برای اینکه وقتمون تلف خیلی نشه، آقا من راستی بچه ها داخل کامنت ها گفته بودین که براتون بذارم که چطوری حالا گانتون رو داخل حرکت نگاه کنید و این داستان تا آخر ویدیو باشین. آخر ویدیو بهتون میگم که چطوری باید همچین کاری رو کنید. خب بچه ها دوستون خیلی بست پلیر بود، آفران دمتون گرم، خیلی خوب بازی کرد جلوی ما. حالا ما اینجا لوکاسش رو برداشتیم چون دیل من داشت دمیج میگن، لوکاسش داشت وان شات میگن، گفت لوکاس مردی رو برداریم بریم چیکارو ماکینه. خلاصه خیلی خوب بود، منطقی. بعد دیگه آقا بریم سراغ شاتگان ها، وقت تلف نکنیم. شاتگان هم که آقا 2 تا شاتگان داریم، یکیش که کیارمه، یکیش اسمشو نمیدونم، حالا براتون میذارمش داخل همین روم هم باش بازی کردم. بریم سراغ گان بعدی، بهتون بگم که بریم سراغ گان های بعدی. حالا 2 تا گان دیگه که بخوام حالا بهتون معرفی کنم، میتونیم که از گان PP19 و فنک استفاده کنیم. این 2 گان، یعنی PP19 که خیلی باب شده بود، خوب بود، حرف نداشت، من رفتم تستش کردم. فنک هم که دیگه سلطان دیگه، میزنه خورد میکنه. این شاتگانه که الان میبینید رنجای دور رو خیلی ایزی میزنه، انگار شاتگان نیست اصلا، اسنایپر. خیلی ایزی وان شات میکنه، دمیج یعنی اگه بخواد کسی رو دمیج کنه خیلی اتفاقی کمی باشه، یعنی کنج پاش بزنی شاید دمیج کنه. نگاه کنید ایزی داره وان شات میکنه. خب بریم سراغ گان بعدی. بهتون بگم که گان دیارج خیلی گان مردی بیریه، خیلی حرف نداره. و بعد دیارج هم که دیگه BB5 خودمونه که اونم گاداواریه. خب بخوام یه SMG دیگه بهتون معرفی کنم که حالا بخواین جر کنین همه رو باهاش، میتونم بهتون QQ9 رو معرفی کنم، جزء تاپ 5 های این سیزن. من انگلیسی ضعیف. خلاصه میتونین QQ9 رو بردارید که حرف نداره. خب و یه گان دیگه، یعنی یه شاتگان دیگه که حالا سمت آخر ویدیو بهتون میگم که چیه، اونم باید بندازین، جزء این دستا هست. مردی خیلی سگه، یعنی این شاتگانره اگه بگیره دهن همه سرویس میکنه، اما از این شاتگان درست استفاده کنین لطفا. خب آقا اینجا دیگه براتون گزارشگری مگنه. خب نگاه کنید الان من 10 تا کیلمو گرفته بودم، رفته بودم بالا گان برداشته بودم، اون داشت اون با شاتگان بود. BP5 که دارید میبینین همینطور که دیدید خیلی ایزی انمی رو میندازه، خیلی راحت میکشتش، اصلا انمی وقت نمیکنه که بخواد بهتون تیر بزنه. نگاه کنید چقدر قشنگ. ولی اینجا HDR رو تست نکردم، HDR داخل رنگ رفتم تستش کردم، مولتی رنگ، و واقعا عالی بود. یعنی اگه همون اول کاری قلف بشه رو انمی، با 3 تیر یا 4 تیر انمی میفته، در این حد بهتون بگم. خب راستی با این اسنایپ خواسته بودم که بهتون بگم چه پرکایی بذارید. بچه
این سه تا پرکی که الان میاد رو صفحه، شما باید این سه تا پرک رو برای اسنایپ بندازید تا اسنایپتون سریعتر بشه. میدونید دارم چی میگم؟ که الان این ابره رو میبینید، این کار میکنه که حالا شما سریع گانتون رو سویچ کنید، سریع جابجا بشین بین گانتون و این خیلی کمک میکنه به شما. اونم یکیشون که دد سایلنسه که صدا پا کم ازتون میتونن بگیرن، که اونم دیگه باید باشه، یعنی تو همه گاناتون اینو بذارید. اگه مخصوصا سلشندی سوی بازی میکنید این دس سلایت دو حالا بارو بینیم همین مردی رو بذارید، خیلی به درده تون میخوره، چون که دیگه صدا پاتون نمیتونن درست بگیرن. میدونید دارم چی میگم؟ و این کیفه هم خیلی به درد میخوره، چون این کیفه سبکتون میکنه، خیلی سرعتتون میبره بالا. البته این کیفه فقط برای اسنایپ یا شاتگانا بذارید، نمیخواد که حالا برای همه گانا بذارید. سعی کنین که این ابره و کیفه برای شاتگان و اسنایپ حتما باشه، چون سرعتتون رو چند برابر میکنه. مردیره. خب داشتی اینجا ما دیگه خیلی رفته بودیم بالا، کلت برداشته بودیم، داشتیم با کلت بازی میکردیم. داشت که جلومون هم بازیش خوب بود، حق نداشت. آقا داخل کامنت های شورت ویدیویی که حالا گذاشته بودم یکی اومده بود که گفت داشت ببخشید ولی داشت من خودم قبول دارم که نوبم، واقعا دارم این حرف رو میزنم. داخل چند تا ویدیو کنم زده بودم داشت اینجا خودکشی میخواد بکرد، دمه شد ما کشتی بهش مردی حال کردیدم. من نمیگم پلیرم، میگم نوب سیم، اصلا این حرفیه که دارم، اما میام گیم پلی از خودم میذارم دیگه که ببینید دیگه نوب سیم. ولی خب آقا این از این پنجگان درست استفاده کنید. پنجگان چیه؟ درگان مردی که مشاش میایه درست استفاده کنید، چون اومدم دادم بهتون، میفهمید؟ یعنی حالا این گان آخری که میخوام بهتون معرفی کنم نباش لاشی بازی در نیارید، درست بازی کنید. لاشی بازی در آوردن لاشی بازی در بیارید، یعنی اینطوری بهتون میگم. خب آقا گان آخر چیزی نیست جز بله داداشی گلم، چیزی نیست جز جک 12 سلطان دلها، تو بتل تو مولتی همه جا جراجر میکنن. اینم که اتچمنتش الان رو صفحه هست. خلاصه اگه متیکش اومد که پول داشتیم بزنین دیگه، خیلی گان ایزی و حرفه‌ایه و میدونی باش همه رو جر کنی. آقا کم کم داریم با آخر ویدیو نزدیک میشیم. فقط یادتون باشه که لایک، سابسکرایب و همینطور کامنت یه قلب قرمز بذارید، چون شما وقتی لایک میکنید ویدیو من وایرال میشه و برای کسای دیگه هم میره. بچه‌ها دمتون گرم. حالا بریم که نشونتون بدم که چطوری باید گانتون رو داخل حرکت نگاه کنید. خب بچه‌ها نگاه کنید، این دقیقاً اینطوری. آقا میرین داخل ستینگ، بیسیک، میایم پایین، هم گمش هم نکنیم، این طرف نیست این طرف، یکی این بچه‌ها اینو الان دورش هم حالا یه فلش هم میزنم بهش، اینو آن میکنید. یک چیز دیگه هست اونو باید آن کنید. اینه، این هم یه فلش میزنم، دارم خاموش روشنش کنم دیگه، خودتون بعد ببینید. این آف باشه، میبینید الان دیگه اینجا هیچی نیست. اگه من برم اینجا و آن کنم، حالا نگاه کنید چه اتفاقی میفته. این میاد اینجا که قشنگ میتونی داخل حرکت نگاهی گانت کنی. اگه اون یکی هم که بهتون گفتم فعال باشه، خیلی ایزی اینطوری میتونید نگاه کنید دیگه. حالا گان هم میتونید، خود گان اصلی هم میتونید نگاه کنید، اینطوری نگاه میتونید کنید. خیلی قشنگه. اینم از حرفن دیگه. لایک، سابسکرایب و کامنت هم یادت نره. فعلا بدرود.